السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند حفظتون کنه. برادران مهربان، همین ویدیو رو همه انتظار بده که میخواسته که بابا جان چی میگه، چه اتفاق نمیتی خوردی نه سر فرما اسمی کامران. خدا حفظتون کنه برادران. شوخی میکنم برادرای مهربان، واز بعد دیگه هم تاخیرش میگم برای نسبت کامران. واز اول عطسی واژ نرمونیم. سلام علیکم، من امروز از ناحیه عینی دهه پتخین من میخواستم یه چیز را بیان نمایم. اپای من در فدراسیون روسیه شهر یکاترینبورگ پاسیولکای ورخنیوینسک شب 25 اکتبر سال روان تقریبا ساعت 12 یک شب از خانه برآمده برنگشته است. من میخواستم این ویدیو را با اکای بابا جان روان کنم تا اگر در مقصد در سایتش بمانند، اگر یکم کس از شما پیمان را دیده باشد یا خبرش شنیده باشد به ما خواهش می کمک نماییم تا که پای خود را پیدا نماییم. صورت این دخترکی که میبینی غیاث‌زاده گلافشان 18 اوگوست 1990 دخترک حامله‌دار بیچاره گم شدگی است. خیلی دادرش گاو زد، خطان همش دیده. به خاطر الله همین نوارا پنگ کنه خواهر عزیز در جای باشی به پیش اهل بیت بر بگرد که کوفته سودیاند. خوب دوستان عزیز، باز میگذاریم در این دودرک دیگری که دین برمدگی غنی احترام دودرک مسکو آمدی اینجا خونه اچد نیست زورت که ما گیجا میگریزی بجا میشه تغییر کوفته سیانت اهل بیت کوفته سودیاند. این رقمشون موندگی التماس زنگ بزنی برادرها. خواهش میکنم دوستان عزیز. خیلی ما قرار داریم در مترو لوبلینو در مغازین برادرمو حاجی، یعنی که شرکت حاجیان میگن، حاجیان شاپ میگن، خلاصه همه لباسای ترکی که همه تو دیده است. ان شاء الله در آخری نوار چیکار میکنم نامشو میمونم در مترو لوبلینو. می حجامه ما که اومدی همه چیز هست. با پگالیا نوار زور میکنیم. چه گفتی حاجی؟ همه چیز هزار. همه چیز هزار. کامپلکت است دویکا یکینی هزار. همش یعنی که یه عکس خوب بمب کراچی به همون خاطر دوستان عزیز میکنیم. خوب نسبت حاجی کامران چی گفتنیم دوستان؟ در حیات همه پستی بلندی میبینه وای گرچند چی گذشته نگذشته و برادری منای ما نمیدونیم که وای در او درنی اوجا چی حال داره. شاید یگان کس مجبورش منه یگان گا بگه. نسبت پدرش هم یگان گا گفتن نیستم با کدام خاطر که ها نسبت مو تهمت کردن چی گپای کردن ما به خاطر خدا کردیم. هم قطو میگم حسبنا الله و نعم الوکیل. خداوند من بسنده است یا ما را بسنده است. دوستان عزیز نگاه کنید، حاجی کامران برادر خودمون است. خیلی در حالت وزمین است، پدرش هم در حالت وزمین است و یارم فهمیدن ممکنه 100 گپ خبر 100 فکر اندیشه در سرشون بیاید. یعنی که همه چیز در روی اکران گفتن نمیتونه. به اون خاطر که از اینجا کار مبلغ هست کار نرفته سودای یه عیبی ما نیست. اینجا بعضی یوروستا و ادوکاتا یا که شخصای هستن که مبلغ داده شون در بابا جان سوم نیست. این سر فرمه میبینیم اینجا حاجی همیوزا گرفتن در سرمون دواره. از اینکه کدمت گابداری جای حجامه من میدونی بیا از پیش در سر استاد صحبت کنیم. در کامنتاری چی مینویسی؟ خیترو به شما یوتیوب هم هیچ نوشتم میگیری روز قیامت یک کش دلار تا تبلیغ خپم. نسبت بابای لنگری میگه، عبدالجبار میگه یا که اکای رستم چخیل چی گفته است. من پروستو بلاگرو از خدا بترسه. من پس نمیزنم یگون کسا. بعضی‌هاش برای پرسماتر حتی زناش در اکران میمونن. او برادر ما را ویدیو کرده چیکار کرده نکرده من کارشم ندارم. خدا همه ما را هدایت کنه. هر کس باید ورادنی که خچ نگاه کنه. من دلم به هیچ کنه با بابای لنگری میسوده که بیچاره خدمت کرد با امروز دز گپ خبر خاک چی بگم. هر چی گویم با از سر خون کالتنگ میشه. برای که توف کنیم در خود میزنه. کامران برادر ما ساخت سلامت برمت این اشکاش هم میفهمه، خطاگیش هم میفهمه، سراسیمه شدن اهل بیت هم میفهمه. با اهل بیت صبر در حقش دعا کنیم پروردگار زودتر برود. همه تا به خاطر اولاد دوست می‌دارم. لباسا را تماشا میکنیم. 15 چی میگن چیسلا حج عمره اکادمی رفتنی پریود. لباسا را با نشون کی دوستان عزیز. موجود هم لباس داره. مقصد چقدر لیونی تونر میکشن یک سبوکا. دوستان عزیز برای حاجیایی که میرون همینجا لیونوی سبوکا که تنکک هم هست. میتونه حاجی محترم همینجا خرید کنه. تپچکا مپچکا پگا ویدیوی موش نجدت کنه اكو. همین شرکت حاجیان. اگه نسبت حاجی کامران فهمیده و برادر من هیچی گفته نیستم. خداوند همش میدونه. دیده سودای حقیقت پیش خدا از پیش ما است. او کی چی میگه سوم گیجوشید چیشید گفتم میگیره. خدا همه ما هم قمه گم کی همه گپ بشنوه کی پروردگار شال بگردونه، خار بگردونه، ذلیل و شرمنده بگردونه خدمت فرزندان ما که اگر از سومی همی برادر ما که امروز در او جای خنکی شدگی
یک کپک به فرزند ما برده باشم به بکانت را سون در جای در کاری بود، یعنی در آدمی باوری بود، ما حتی مونده و گفته نمیتونیم در یک رم. السلام علیکم.